سلام، همه چی از یه روز سرد زمستونی شروع شد که من تصمیم گرفتم برای بچه‌ها کیک درست کنم، تولدشون رو بگیرم. هرچند چند ماه که نه، ولی چند وقت از تولدشون گذشته بود. کل تزیینات رو گذاشتیم به عهده آقایون و هر ایرادی که دلتون خواست میتونید بگیرید. اگه براتون سواله که چرا یک اونجاست، اون اشتباه من بود که به جای 1 سفارش دادم. نمیدونم تو چه فازی بودم. اینجامون کوچولوی ما یکم مریض بود، مامان باباش خیلی داشتن تلاش میکردن که بلندش کنن برقصن که موفق شدن. رونیا خیلی درگیر اون شمع تولدش بود که بازش کنه، ولی خب به خاطر همون شمع کل مراسم از دست داد. اینجا گرفت شمع رو باز کرد، بالاخره افتخار داد، یه چرخی برای ما زد اینجا. و این که بچه منم اینجا داشتم از کیکی که درست کرده بودم بی نهایت داشتم لذت می بردم. کیک سما رو خیلی خوب درست کردم، ولی سری کیک رونیا یکم خسته شدم دیگه، زیاد روش چیز نکردم، تمرکز نکردم. اومدیم اینجا بچه ها کیک رو آوردم گذاشتم رو اون پایش هم از شاین سفارش داده بودم که اصلا به درد نمیخورد، تحمل وزن کیک رو نداشت. و این که دیگه گذاشتیمش روی زمین و از این شمعای تقلبیش هم که اصلا نگم براتون. همینطور که میدونید تو خونه ما شمع باید 120 بار خاموش روشن بشه، ولی تو همون یه باری که شمع فوت کرد کامل تموم شد اون نخش. ما مجبور شدیم کاغذ لوله کنیم بذاریم، فندک لوله کنیم بذاریم. و اینکه میبینید اینجا من یه دونه کاغذ گرفتم لوله کردم گذاشتم که بچه ها فوت کنن، فقط آروم بشن. کیک رو برش دادن و بچه ها کیک رو خوردن. از دور دهن و زبونشون میبینید که این رنگ آبی اصلا به درد نمیخوره. منم که توی شرایط افتضاحی بودم خیلی لباس پوشیدم و اومدم نشستم اونجا کیک رو خورد کردم، خوردیم. جاتون سبز، لذت. یه شام کوچولو و مختصر مفیدم درست کردم. بچه ها بین شام خواهرم سورپرایز کرد، گوشی که یه سال منتظر بود که اون گوشی بیاد و بعدش بگیردش و براش گرفته بود. کلی ذوق کرد، کلی کیف کرد. فرداش راهی شدم برای بار دوم که برن خونهشون و خوشبختانه برگشت خورد.